دفعه با خود تصور بکنید که من انسان کوچکی که الله متعال با من خوبی ها را نصیب کرده، مرا انسان خلق کرده، مرا مسلمان خلق کرده، مرا در امت پیامبر قرار داده، شب روز مرا طعام میبخشد، از نوشیدنی ها به من میده، زیر بار نعمت های پروردگار قرار دارم، قلب من حرکت داره، جسم من حرکت داره، دستای من حرکت داره، چشم من میبینه، گوش من میشنوه. الله متعال آسمان را خدمت من قرار داده، زمین را در خدمت من قرار داده، حیوانات به خاطر مذهب همیشه، پیامبران را به خاطر من ارسال کرده، کتاب ها به خاطر من ارسال کرده. چرا نافرمانی میکنم من انسان؟ چرا در مسیر غیر خدا قدم میگذارم؟ چرا ما انسان با وجودی از اینکه انرژی که از طعام و نعمتهای خدا میگیریم او را در ضد خدا استفاده میکنیم؟ این چه قسم بندگی هست؟ این چه قسم اطاعت و فرمانبرداری هست؟ این دست را الله به حرکت آورده، این را در ضد خدا استفاده میکنیم. این گوش خدا به شنوایی آورده، این گوش در مخالف خدا استفاده میکنیم. این چشمی که خدا به ما و تو داده، این مخالف خدا حرکت میدیم. این پایی که الله متعال حرکت به این نهاده، این در ضد خدا قدم میگذاریم. یعنی